عجب چهره‌ام را دیده باشد. آخر چهره هجری را دیدم یا اینکه از راستی میمونم؟ بگو همین جنگاور هجری نباشه. اگر چهره‌ام را دیده باشد چرا مرا آشکار نمی‌کند؟ نه، اگر میدید پلیس مرا کیها دستگیر میکرد. چشمون کمیسر زبید به من است، باید با دقت باشم. آه هجری آه، مرا سقراط ترکان نمردم، اژدها پاره کرد نمردم. چهره تو را دیدم نو میمورم. مگر این چه خیل تقدیر است آشنا؟ در بین همین دو کس چی گپی است؟ مردن نمیخواهم. نه، چرا تو را دیدم هجری ها؟ کاش چهره‌ات را نمیدیدم. بله هجری، چه خیلی گفتم من چهره جنگاور را ندیدم، ولی امروز به سرم یک قطار بلا آمد. آخر دعا کن تا که من نمورم. آخر مراد اگر رویش را ندیده باشی چرا خواطر میشوی؟ پروا نکن. چی میدونم، آخر به هر حال دعا کن. مایلش تمام. خدا تو را از همه بلاهای زمینی و آسمانی نگه دارد. آمین آمین. رحمت. ملیس، خدایا راحتم نمیگذارده. باز چیکار میکنی در نزد من؟ جای من نزد تو است ملیس. جای تو بغیر از نزد من همه جا است. همه جا با تو هم ملیس. چی گفته ایستاده تو؟ تو را دوست می‌دارم ملیس. چرا با من مناسبتی بد میکنی؟ اگر در این دنیا تو نباشی و اگر تمام دنیا هم از هم باشد، قسم میخورم که به خاطر آنها را ندیدنم به سرم میپرانم. معلوم شد که آن دخترها رو میخواهی نگاه کنی، ولی از من که میترسی نگاه کردن نمیتوانی. چه خیلی یعنی؟ این گپ ها رو من بسیار شنیدم. تو آخر تنها خودت را دوست میداری، خود پرست. با تو عشقم را اثبات میکنم ملیس. اثبات میکرده است. کمیسر مراد، ما نو شنیدیم، آخر خواستیم تعزیه بیان کنیم، ولی بسیار وقت گذشته است. آخر تو چهره جنگاور را دیده ای. دیگر چی گویم، خاک گورت بسیار شود. مکان جنت می شود انشالله. آمین آمین آمین. نصیب کرده باشه فقط در جنازت در صف پیش ایستاده نماز میخوانم. در اینجا و در اوجا حق ما حلال میکنم. رحمت رحمت. آخر کمیسر مراد چرا این کار را کردی؟ شرط بود. رحمت خدا در بالای تو باشد. دعایم قبول می شود انشاءالله. آه پسرم، آه بچم، آخر من تو را با دخترم زینب خانه دار کردنی بودم، ولی چکار کنیم که در نصیب نبوده است. انا بابین بخته را آماده ساختم. پروا نکن، این کار عهده من. پخته؟ گوش کن کمیسر مراد، اکنون با ما هم گپ زن که بودن جنگاور رو بسیار فهمیدن میخواهیم. آخر این پخته را پنهان کنه جنابی ازمی. تمام، وقتش رسید البته. پسرم گوش کن، من استاد این کار هستم. بابای رحمتی هم دست پیرم داده بود. هم این پخته بازاری نیست، پخته حقیقی است پسرم. کمیسر مراد، ببین همه میخواهند فهمن که جنگاور کی است. کنی پیش از رفتن هم یک به ما بگو کی است پسرم.
با خدا با شما معلوماتی نادرست دادن. من چهره جنگاور را ندیدم. خیر رفیقان، معلوم شد که کمیسر مراد که بودن جنگاور رو با ما گفتن نمیخواهد. وقتش کم مانده است. بگذاریم اقلا لذت این را بینم. پگاه در نماز جنازت میبینیم انشالله. چیکار کنیم آخر؟ خیر اکنون بیاید رفتیم. روز بخیر، روز بخیر. رفتیم. روید. پسرم تو پروان نکن. مایلش من استای این کار هستم. ای پدر بیو بسه که بره. خاموش. بهتر بیا. مگر تو نمیدانستی که این کار رو بابای رحمتیم چقدر خوب از راه داشت میبرامد؟ بهترین پدر با من دست پیر داد. اجازه ده این رو کنم. پختر دمرو در بینوش پر میکنه. دستم گم شو. ای خدایا. خاموش بهتر بیا. باوری داری که این کار تاثیر میکنه چمن؟ باوری دارم خانم آسیه. اگر تاثیر نمیکرد فایده نمیداشت من تو رو به اینجا دعوت نمیکردم. خانم آسیه، ما باید پسریت رو از دختری من حتما جدا کنیم، چون که من دخترم رو با جنگاور خاندار میکنم. با پسری موازین تو خاندار نمیکنم. خدا را شکرشه. خوش آمدید مادر جان. خدایی چی به قوچه جون میگه؟ من عادت نکردم. وای دستتون رو بوسیدن میخواستم. هیچ گپ نه. سنم دختری زیبای من، با تو در یک مسابقه اشتراک میکنیم. مسابقه؟ چه خیلی مسابقه؟ چای با مزه نکیه؟ این چای کلاکیه. هجری دیدی همه مرا کشت. ای مراد نترس، با امر خدا با تو هیچ چیز نمی شود. آمین. باشد اما تو باز هم دعا کن هجری. تمام میکنم تمام. خیر من باید روم، با اجازه شما میخیزم. سنا منتظر من است، باید روم. SMS روان کرده است. با شما روزی خوش. تا بازدید کمیسر زباید. تا بازدید هجری بک. تا بازدید. خدا خواد هجری میبینیم. ایقا وقت تیز میگذره. تا مردن تا 10 ساعتیگه مون. آخران خواهش نگب زمراد. گیشته نیستی؟ ششلکت بخرم. چه خیل خوراکه؟ سیرم. خانم عالم گپ های شنیدم درست است جناب مراد؟ همه در محله میگید که شما میمورید. نه این خیلی نیست خانم عالم. ولی چرا همه این خیلی میگویند؟ یعنی کمی نفهمی شده است. یعنی خانم عالم اگر جنگاور رو دیده باشد میمورد. پدرم کفن و پختش آماده کرده است پیشکی. این با جنگاور چه علاقه دارد آخر؟ شیرینم این حکایه دراز است. تو برای جنگاور شده وقتت رو به ایده صرف نکن. تو بهترش در اون میز بینشین یا اینکه در یگون میزی دورتر بینشین. این خیلی راست نیست. اینجا هم خالی است جانم. یعنی با شما هیچ چیز نمی شود؟ پروا نکنید خانم عالم. هیچ جای خواطری نیست. بسیار آرام شدم جناب مراد. تشکر به شما. آدمی بوده است که در فکر من باشد. چی خیلی در فکرتون نباشم جناب مراد. شما حیاتی ما رو نجات دادید. قهرمانم هستید. خیر مادامی که به شما هیچ چیز نمی شود من از شما یک خواهش میکنم جناب مراد. البته امر کنید. یعنی با این محله نبامدم معلوم است. کوچه ها رو خوب نمیدونم. با مغازه رفتم میخوام با من همراه نمی روید؟ البته با ذوق بلند. از راستی؟ بله. زینب جانم کافه را به دخترها میگذاریم، ما هم به مغازه میریم، یک سیر و گشت میکنیم، خوراک میخوریم. البته جانم با ذوق بلند. بهترین فکر. میرویم خانم عالم.
اول به خانه رفته این سر و لباسم را عوض کنم. ای من اهمیت ندادم لباستون رو. چی شده است؟ رفتیم در راه نقل میکنم. خب همین برقصکاری کرده استیده. هجری سلام، چی شد؟ چی است اینقدر مهم؟ در تلفن میگفتی نمیشد. هجری مادری تو و مادری من کوشش دارن که ما رو از همدیگر جدا کنن. این رو به این هم میدونستیم که سلام. بله میدونم. ما رو با کدام مسابقه پیشنهاد کردن. در آن مسابقه سایرام دیوانه هم اشتراک میکند. مسابقه؟ بله، در آن مسابقه مادران برای خود کلین انتخاب میکردند. سلام، ما اشتراک نکنیم مسابقه شون برپا نمیشود. نه هجری، برعکس باید در این مسابقه اشتراک کنیم. تو من رو انتخاب میکنی، من تو رو انتخاب میکنم. سایرام دیوانه در نزد همه شرمنده میشود. آها. مادر چرا شما مرا به اینجا آوردید؟ آخر من پگاه امتحان دارم. خب کن گپ نزن دخترم، ما برای دستگیری سایرام اومدیم. در اینجا چی کار میکنم؟ همه آماده شوید، ثبت را شروع میکنیم. 1 2 3 ثبت آغاز شد. تماشابینان گرامی، همتان را به برنامه خانواده خوش آمدید میگوییم. تماشابینان عزیز، امروز خانم آسیا و خانم چمن یک کلین و یک داماد انتخاب میکنن. آی خیلی نه آخی حاضر در آخر برنامه ما کی را به کلین قبول میکنم به همه معلوم بشود. اما بله آخر خانم، اما خانم جان میدانید که موافق برنامه نباید؟ من موافق برنامه را خالم چیزی گوید همان میشود. کنی زود برنامه را آغاز کن، زودتر. ای خدایا. خوب این خیلی باشد خانم آسیا جان، چه خیلی کلین داشتن میخواهید؟ ای قشلاق باشه، همه کار کرده بتونه، ماهی بیر یا نه همه را بتونه، مشک چریره، نان قد آش پلاو، دختری بهنر باشه، نامش سایرام باشه، دیگه هیچی نمیخواهم. خوب خانم چمن تکرارا خوش آمدید. شما چه خیلی داماد داشتن میخواهید؟ کنی گیرم جانم، یعنی من این خیلی داماد داشتن میخواهم که بسیار قهرمان مشهوری باشد، نامش جنگاور باشد ولی هرگز هجری نباشد. ولی تماشابینان عزیز، حاضر باشد داماد و عروس را یک شناس میکنیم. بیاید یک جای همه تماشا میکنیم. سلام به همه، من سایرام دیوانه. خانم این نفری که از پستون است کی است؟ این دیوانه محل است، اهمیت ندهید. شما سایرام دیوانه را میشناسید؟ خوب میشناسم. کنی تماشابینان عزیز، حاضر باشد نوارهای هجری هست، یک جای تماشا میکنیم. بله. سلام علیکم. نامم هجری، مؤذن هستم. امری معروف میکنم، با خواست خداوند متعال از آن میدهم. حالا هجری را چه خیلی میشناسه؟ من هجری را با من ده. دامولای حقیقی من هستم. دامولای حقیقی من هستم. عزمی من هستم. دامولای حقیقی اینجا من هستم. آخر جناب هجری را میپرسم. هجری جان است. بله رفیقان، هجری جان است. هجری جان. تماشابینان عزیز، حاضر باشد نوارهای صنم را یک جای تماشا میکنیم. سلام، من صنم بسیار کلینی پرهنر هستم. من از 10 انگشتم 100 هنر میریزد. خوب درزمال میکنم، ببینید. آی کمی سوخته است ولی مشکلی نیست. سر میکنیم. ثبت کرده ایستادید؟ بله ثبت آغاز شد. این خیلی باشد. سلام، بسیار تورت زیبا آماده کردم، دیدن میخواهید؟ آماده هستید؟ به فکرم آماده اید. بسیار بوی خوش دارد. کمی سوخته است ولی مشکلی نیست، درونش پخته است. میمون صنم، حیاتی تو سوخته است. مایدچه هم تو پروا نکن، من تورت های سوزاندگی تو را میخورم، اسراف نمیشوم. مثال من بسیار ورزشی خوب میکنم.
бале, ҳозир як пояд моро ба боло мебардорем. ту ҳам бо ман якҷоя бикун, нафас бигир. вале то наметавонӣ аз ҳисоби микрофон боша. хайр, микрофонро ба ман бидеҳ, якҷоя мекунем, осонтар боша. бале тамошобинони азиз, ҳозир бошад арӯсҳо барои домод се чизро омода карданд. мехоҳем ки ҳиҷрӣ аз байни онҳо интихоб кунад. аввал шуморо ҳиҷрӣ ба он тараф даъват мекунем. кани марҳамат, ҳама қад саг мезанем. ҷаноби ҳиҷрӣ, ба фикри шумо ин сарпӯшҳоро кадомашро сайрами девона ва кадомашро хонум санам бофтааст? кани бинам. холаҷон, зебо бофед майлаш? майлаш? аз ҳама сарпӯши зебо аз они ман бошад. сарпӯши ту духтарам аз ҳама зебо мешавад. санам ин хел зебо бофта наметавонад. яъне инро сайрами девона, дигарашро санам бофтааст. омода ҳастам. ин сарпӯшро санам, инашро бошад сайрами девона бофтааст. ҳиҷрӣ, ту чӣ кор мекунӣ? мегуфтед ки ин қаҳваҳоро кадомашро сайрами девона ва кадомашро хонум санам омода кардааст? ҳозир мечашам. бисмиллаҳ. зудтар бошед холаҷон, зудтар. майлаш. бисёр бамазза шавад холаҷон. шуд кардам духтарам. кани ба фикрам омода шудааст. санам чунин қаҳва омода карда наметавонад. аниқ инро сайрами девона омода кардааст. ҷавоб медиҳам хонум. ин қаҳваи талхро санам, инашро бошад сайрами девона омода кардааст. ҳиҷрӣ, ба ин гулҳо нигаред. кадомашро хонум санам ва кадомашро сайрами девона нигоҳбин кардааст? оҳ, санам доим худро нигоҳбин мекунад, вақти гулҳоро нигоҳбин кардан надорад. ҷавоб медиҳам хонум. ана бинед, ин гулро дидед бечора ба чӣ аҳвол омадааст. ҳайф шудааст. ин гули пажмурдаро фикр мекунам санам нигоҳбин кардааст. мошоллоҳ бин, ана инро сайрами девона нигоҳбин кардааст. не охир, ҳиҷрӣ, ту чӣ кор кардӣ? бале тамошобинони азиз, ҳозир ба қисмати ҳаяҷонии барномаамон расидем. вале пеш аз кушодани натиҷаҳо ман аз ҳиҷрӣ як савол мепурсам. аз келинҳо сайрами девонаро интихоб мекардӣ ё ин ки санамро? албатта ки санамро хонум. он духтари нуронӣ онҷост. қарсак лутфан. чӣ кор кунем тамошобинони азиз, натиҷаро кушоем? бале, мекушоем. омода ҳастӣ ҳиҷрӣ? сайрами девона. чӣ? ташаккур. ҳиҷрӣ, ин чӣ хел шуд охир? ту чӣ хел маро нею ин қишлоқиро интихоб кардӣ? охир санам инҷо биё. санам, охир ман ягон кор накардам. медонистам ки маро интихоб мекунӣ ҳиҷрӣ. ана бигир. як бори дигар бинед, ба фикрам хато шудаасон. ба худо чӣ хел кардед? шумо чӣ хел ки кардед? дар мусобиқа ҳамаи ҷавобҳоятон хато буд. дар асл ҳамаи чизҳое ки сайрами девона омода карда буд, гуфтед хонум санам омода кард. гуфтаи худамшид. охи келини ма анаҳми духтарам сайрамай. садқаи келинам. табрикат мекунам сайрамро. биё духтарам, меравем.
به این هم اینها تو رو هیچ وقت خوشبخت نمیکنن. آخر ما جنگاور داریم. جنگاور. خیلی جنگاور مادره. من هجری رو دوست میدارم، جنگاور رو نه. هجری مرا انتخاب کرد، تو بیرو از اینجا. ولی من هجری رو انتخاب میکنم. کنی بده هجری مرا. ایزی بیا. آرام شوید، آرام شوید. شما در بخش مستقیم هستید. با نام خداوندی به اندازه مهربان و نهایت بارحم. محترم جماعت، امروز درباره عائله‌داری و خلق و رفتار زنان مؤمنه با شما صحبت خواهیم کرد. برای زنان و مادران لازم است که دخترانشان را پیش از خانه‌دار شوی با این مسئله ها آگاه کنند. یکی از دلیل های ناپایداری بین زن و شوهر و جدایی و طلاق در آن است که دختران از قانون زندگی و شوهرداری و خانه‌داری آگاه نیستند و از طرف دیگر پسران هم آگاه نیستند که چگونه خانه را اداره کنند و با زن و فرزند چه خیل رفتار نمایند. در نتیجه این آگاه نبودن از قانون زندگی بین آنها یکدیگر فهمی پیدا نمی شود و زندگی یا خشک و بی‌معنا می گردد یا با طلاق و جدایی کشیده می شود. بنابراین لازم است که تعلیم خانه‌داری را همه زنان جامعه عمل کنند تا یک روش خوبی خانه‌داری در همه جا رواج یابد که نتیجه این پیشرفت و تربیت یافتن فرزندان صالح است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام فرمودند بهترین زنان شما کسانی هستند که دارای این صفات ها باشند: نیکی ها و زیبایی های خود را نسبت به شوهرش نمایان کند، از نامحرمان خود را نگه دارد، نسبت به شوهرش فروتن و مهربان باشد، با حیا و پاکدامن باشد، گفته های شوهر را گوش کند و دستوراتش را اطاعت نماید و هر وقت با شوهرش تنها شد هر قدر که خواهد او را کامیاب کند. حضرت علی فرمودند بهترین زنهای شما 5 دستند. سوال شد آنها چی کسانی هستند؟ حضرت گفتند کارها را آسان گیرد و سختگیر نباشد، رفتارش ملایم باشد و خلق بد نداشته باشد، از شوهر خود پیروی کند، اگر از شوهر خود فرمان نبرد و ناراحتش کرد تا او را راضی نکند چشمش به خواب نرود و هر وقت شوهرش از پیشش رود چیز و چاره و آبروی او را حفظ کند. روز زن پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلام آمد و سوال کرد حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر جواب داد هر وقت از جهت خواسته شهوت به او محتاج شد او را اجابت کند، هیچ چیز و چاره شوهرش را بی رخصت به کسی ندهد و اگر داد گناهش از آن زن می شود و ثوابش باشد از آن مرد. وقتی که شوهرش از او خشمگین باشد تمام شب به خواب نرود تا اینکه شوهرش را راضی کند. و بهترین زنان شما زنی است که کم خرج باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام در حدیث فرمودند بهترین زنان شما زنی است که خود را خوشبو کند و در پختن خوراک مهارت داشته باشد و میانروی را از دست ندهد. همچنین بهترین زنان شما زنی است که وقتی شوهرش چیزی آورد سپاسگزاری کند و اگر نه آورد راضی باشد. و در حدیث دیگر آمده است هر زنی که نمازش را خواند همیشه در خانه باشد و از شوهرش اطاعت کند خداوند تمام گناهان گذشته و آینده او را می بخشد. بهترین صفتهای زنان بدترین صفتهای مرد است، یعنی که متکبر و ترس و بخل. اگر زن متکبر باشد تسلیم غیر شوهرش نمی شود و اگر بخیل باشد اموال شوهرش را نگهداری می کند و اگر ترس داشته باشد از هر پیش آمد خوف دارد و حتما به دام هر شکارچی نمی افتد. مرد نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلام آمد و گفت زنی دارم که هر وقت به خانه می آیم از من پیشواز می گیرد و هر وقت از خانه بیرون روم مرا گسیل می کند و اگر مرا غمگین بیند کوشش می کند تا غمگینی مرا برطرف نماید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام گفتند با وی بشارت ده که از اهل بهشت است و با وی برسان که تو یکی از کارکنان خدا در روی زمین هستی و برایت هر روز پاداش 70 شهید نوشته می شود.
خلاصه مسئله رو اینچنین بیان میکنم: پدر، مادر با آگاهی زندگی خود را پیش برید و فرزندان خود را خوب تربیت نمایید و به جامعه توحیل دهید که پیشرفت و ترقی هر جامعه در نتیجه آگاهی از قانون و تربیت نیکو است. زنی خوبی فرمانبری پارسا کند مرد درویش را پادشاه. دلارام بود زنی نیکخواه ولی از زنی بد خدایا پناه. آمین. جناب مراد، همه چیز بسیار خوب بود ولی اینها چرا از پس ما اومدن نفهمیدم. تنها می اومدیم بسیار خوب میشد. اینها همین خیلن خانم عالم، پروا نکنید. پای بردم. آخه خانم زینب، ما چرا از پس اینها رفته ایستادیم؟ به این همین آدم چهره جنگاور را دیده است. مرگ قفوشه، میگم یکی ما را نکشه ببره. چی علاقه دارد زبید جان؟ در اصل آنها از پس خودمون آمدند. همکار، نمیدونی یک باولینگ بازی کنیم؟ بس کن، چه خیل باولینگ؟ میترسی که خطیمه بازی کنی؟ چرا میترسیدم آخر؟ میترسی که در نزد دو خانم زیبا شرمندت بکنم؟ برادر میفهمم، منم آدمم. من تو بر اینها را بسیار دیدم. مراد، کتاب باولینگ بازی را من نوشتم، میدونی؟ صفحه 77 بود را رسم کلان زدگی قطعا آدمایی که در باولینگ بازی بردمشان. بیا مرا خسته نکن. هم رقیب تو خانم زینب است، به فکر من یک جا بازی کنید. چی گفته ایستاده ای؟ در اصل رقیب اساسی تو این صاحبی کشانه حسن است. جناب مراد، این دختر دیگر کاری ندارد به جز به من کار گرفتن. حیف. عالم ببین بس که زوریتم. که بیا بریم ببینیم که در باولینگ بازی کی زوره. بس کن زبید، معلوم است که هر دو اینها بازی باولینگ رو نمیتوانند، از شرمندگی ترسیده ایستادند. مشکلشون رو فهمیدیم. اینا باولینگ چی میدونن؟ خیال میکنن که بادرینگ چینیه. ما رو میگوید؟ جناب مراد چی میگوید او؟ با فکرم طرف ما واهمه دارند خانم عالم. واهمه نه، مردک واری گفتیستم. جناب مراد، به خاطر من زبید رو مغلوب نمی کنید؟ البته. زبید، به خاطر من حاضرین کمیسر رو مغلوب کن. تو فرمان بده زینب، زبید در خدمته. میبینیم. مرحمت خانم. مرادی کدو نیسته. خیالی کدوش نکنی با. کنی پرتو. مراد گوشات جنبیده. آفرین. کنی شما را بینیم. یکم با سلوچه نشید، بعضی وقت همین خیل میشوه. یک بار نگاهانی زدی وای ما نکن. بس کنید. کنی مراد نفس کن. نفس نکشید خانم. انا ببین زبید، ببین.
نتوانستی؟ نتوانستی. انا ببین چه خیل میزنم. ماما یاد گیر. انا این خیل. چمپیون. همکار، اگر خواهی درسی به پول میدهم. برگیم شمیجه یگان نمود بازی را نمیتونی. وقت تو آمد کرد بردی. دندون من در گرفت اگر نبردم. حالو هم ناگهانی شد میگویی ها؟ حالو هم ناگهانی شد میگویی. زیا جان بیا من با تو میام کنم. با من؟ اگر آموزونه بسیار خرسند میشوم. چخیل میپرتوی؟ موافق است. سن شرکت دهنی سمی باز میشه. انا هم گوشتنات رو به اینجا میمونی. من هم فکر کرده شده بودم که این رو چخیل میداره. انا این خیل میمونی بود. باز از خط نگذارانی، دقت ده. این آدم چرا با من زیارو به یادم میآورد؟ این دختر چرا زهره را به یاد من میآورد؟ آخر اگه کنان نخواد مرده روزا بگیره. این روزای مرگش چیه؟ نوزنبیل مرده چه روزا میگیره؟ این ما از هالبرگی قپرشکی دوارزگین خری نمری اکا مینوشه. نمیخورم. تا وقتی که سیرم مرا دوست ندارد هیچ چیز نمیخورم. از این پس روزه مرگ میدارم. جورا با این دیگر لازم نیست که یگون چیز خورد. آخر عقلش رو خورده است. مگر سیرم دیوانه این رو نگاه میکنه؟ نگاه کنه میکنه، نکنه با مده چی؟ من در فکری برادر خودم هستم. بیچاره روی جنگاور رو دیده است. ببین چی؟ برادری تو کی است؟ کسی باشه نباشه کاری چی؟ کاری چی؟ چی کار میکنی؟ من را بگی من از جبرم کمتر کار دارم. تو اینه نگاه که در جانم زده. شربت فایده دارد. میبخشد که زینب هم لباسه که خریدمت بپوش بعد بیا ببینیم که چه خیلی جانی من. جنابی مراد این طرفش رو خودم میروم، زحمت نکشید. چه خیلی زحمت آخر. این خیلی باشد من خلطه های شما رو میدهم. برای همراه رفتنتان تشکری زیاد. خواهش میکنم. تا بازدید. نیم یمی معاش تا به می دختر خردی ها؟ گوش کن چی میگویم زینب جان. این پاپوشی گرفته چندمش از 50 یا 60؟ 100. همکار، من این زنها رو نمیفهمم. این قدر خرید میکنن باز ناراضی هستند. تمام بدل نگی زینب جان. جوره نصیب باشه 3-4 ساعت پس سری فرزند میره ای دنیا. ای کاشکی زینب برای می گپوشه بدل نگی. از راستی؟ این خیل نگو همکار. خانم زینب مرا دوست میدارد. غمگین شده است که ساعتهای به شمار من مانده است. چرا زخم میشدم؟ خیر نمیدیدی آخی روی جنگاور رو میخیل نه؟ همین خیل ندیدم. میگویم چرا شما نمیفهمید؟ مراد پیش از مردنت گون گپ داری کی به من بگویی؟ نفهمیدم. پیش از آخرین نفست رو کشیدن یگون گفتنی به من داری؟ چی شد؟ با من یگون گفتنی نداری؟ تیک تک تیک تک. وقتت کم شده ایستاده سمکار. بگه بیا خانه بشینیم. پیش مردن یک قرطه روغنیت میپزم که بی ارمان برای عالم بیره بیار بشینیم.
چخ میکنیم. تیک تک تیک تک تیک تک. خیر زبید رب. تیک تک تیک تک. اوراهی مراد شپرک. چیکار کرده ایستادم؟ یا اینکه در حقیقت زینب را دوست می‌دارم؟ من تو را دوست می‌دارم و تنها تو را دوست خواهم داشت. زینب را دوست داشتنم غیر امکان است. چرا این سوال رو من از او پرسیدم؟ آخر من از او چی جواب انتظار بودم؟ نه، نمیخوام که با من عاشق شود. من تنها زیا رو دوست داشتم. غیر از او کسی رو دوست نمیدارم. یا بسم الله. عباشه چه خیلی درک شدی؟ شوکت چیکار میکنی؟ تو با عاقل در اومدی؟ استغفرالله برادرم. تو چی ده من نمیگی ها؟ چرا نمیگوی آخی؟ ای بچه من ترناو پیدا کردم از رود سیر نشیدم نمیگوی مده. برادر تو با میمری ها؟ چی باکو با میمری چی باکو؟ بخدا اگر همین کرد موری که من توقعات نمیکنم قطعی میمرم. چی گفته ایستادی تو؟ برادر جانم تو چی با افتی خونه که جنگاور نگاه کردی ها؟ آخی اما روی امورا که دیده باشی میمری چشماتو پوش کی نمری؟ آی داد اکو چند ساعت دیگه مونده. آخی من بوی تو سیر نکردم. بسیار سختی عادت کردم. بیایی دو که یک بوستان کنم. شوکت سرده مرا یک دستت را گیر. چی ها گفته ایستاده؟ چه خیلی کل است؟ ای بچه تو چه خیلی آدم هستی ها؟ تو چه خیلی آدم هستی؟ یا چند ساعت پس میموری هنزی کلتا کلاس بودن تا قایل نمیشی. کنی بگو کلاس بودن از رو؟ میگو کلاس یا نمیگو؟ چی کار کنم ها؟ چی کار کنم؟ من جانم در نوکی بینیم رسیده. کانون دیوانه در اونجا روزای مرگ گرفته است. تو باشی جنگاور دیدی ساعتای با شما رو مونده شما پگم میمرین. تو باشی زنوکل گرفتگی نسبت من رنگی بیگناه رفتار میکنی. قایل شو آخی کلتا کلاسی. قایل نشوم چی؟ مرا بدی خط گوش کن. مرا 22 فرو ریخت ترجیح دندان بود نبودن دان. سرد مرا. اگر کلتا کلاس بودن رو قایل نشوی با بالای بینا میبرم خودم میپرتم. کنی رو پرتا جانم از تو خلاص شود؟ رو آخر اگر جرأت داشته باشی خودت را پرتا. چهره جنگاور را دیدم انشاءالله نمیمورم. سبسته است. با کجا آمدم من نمیدونم. آخر هیچ چیز رو نفهمیدم. جنگاور تو اینجا چیکار میکنی؟ نه نکشا نکشا نه نکشا نه لازم نیست نکشا نکشا نه نه
آه هجری کاری کردت رو دیدی؟ مردم من، مردم. مردی پسرم، مردی. چهره جنگاور را دیدی، مردی. تمام شدی، تمام. جناب یزبی، شما چی ها میگوید آخر؟ چی کار کردنم را نفهمیدی؟ انا این پخته را به درونت میاندازم. نه میاندازم. نه. در خواب بود است. دلخکم شدمی. الو خانم اولام. алло ҷаноби мурод илтимос ба ёрии ман биёед қубури ҳамом кафидааст. چی؟ قبوری حمام کفیده است؟ آن را محکم کنید. маҳкам кардам аммо ҳоло ҳам об мебарояд. یا خدایا آخر من تعمیر کرده نمیتوانم این کارها رو نمیفهمم. ҷаноби мурод шахси наздикам шумоед барои ҳамин ҳам занг задам. илтимос зуд биёед. شد شما غمگین نشوید، آرام شوید، من زود میآیم. میلش خوب. بسیار دیر شد سولیا. ای این کمیسر مراد نیست مگر؟ بله. رفتیم. اینجا خانه اولم نیست مگر؟ بله. کمیسر مراد به خانه اولم در آمد. حادثه رو ببین. نه آخر اینش از حدی بد زیاد شد. انا در آنجاست. میلش میروم. خانم اولم شما کنار ایستید، تر نشوید، من حل میکنم. اوی میلش این خیلی نمیشود. شو سبیل ماند. معذرت میخوام. یا خدایا. چی گفتی تو؟ این حادثه را به خدا با چشمانی خودم دیدم. اولم مراد را به خانه‌اش در آورد. بچه‌ی بد اخلاق. زینب جان با ما چیه؟ این حیات شخصی مراد است آخه. چی ها میگویی زوبید؟ این محله ناموسی خودش رو دارد. شرمنده ها. حالا میبینید هر دوشون رو در محله شرمنده میکنن. بچه زینب بس نره. روی شما دکساسی ها یک حیات غیبت میکنید. این با ما چی علاقه دارد؟ هیچ. با ما هیچ علاقه ندارد. انا محکم کردم تا آمدن اوستا آب نمیبراید. رحمتی کلان جنابی مراد. خواهش میکنم. من با این سر رویتان را قوق کنید. من حاضر برای شما خلط میارم. خلط؟ نه لازم نیست خلط. این خیلی میشود مگر؟ خب انا تا لباسهاتان قوق شدن اینها رو پیش جنابی مراد؟ ولی این لباسها تا صبح خشک نمیشوند آخر. میروم، بسیار ایستاده نمیتوانم، کار دارم. نه نمیشود. شما رو این خیلی رها نمیکنم. بعدا نمیخوام که از پشت من بیمار شوید. ولی من میروم. یا خدایا. خیر چیکار کنم؟ با آنها روزشان را نشان ندهم. باور که این کارت عیب زینب. در اصل کاری آنها بسیار عیب است. کاری ما چیه؟ همدیگر را دوست میدانم. ماشون چی کاری میکنن نمیکنن قولی پدرشون. در محله ما این خیلی کار نباید شود. باز در رو نمیکشوینده؟ من هم باشم در تا نمیکشم. انا کشونم. زینب؟ سبک پا.
ба ин ҷо навомада обрӯи маҳалламонро паст кардӣ. ту чиҳо гуфта истодаи Зайнаб? куҷост он бачаи бадахлоқ? бача? мурод дар куҷост? мурод мурод дар ҳамон либосҳояшро иваз дорад. ту чӣ гуфтӣ? ба фикрам нашунидӣ. муродро мегӯям, дар ҳамон либосҳояшро иваз дорад. ту маҳв шудӣ комиссар. ба куҷо меравӣ? ози ҷанги зур мешавад. ягон ҷода ба ҷо мешам. куҷо аст ту? куҷо аст? Зайнаб, лутфан аз хонам берун баро. дар куҷо аст мегӯям. хонум олам чӣ гап аст? садои ки аст? ана зайнаб, зубайд, шумо инҷо чӣ кор мекунед? ё навзанбилло. чаро ин хел нигоҳ мекунӣ ту? ту чӣ хел бешарм ҳастӣ, бадахлоқ? ин чӣ аҳвол аст? чӣ шудааст ба аҳволам? боз шарм накарда гап мезанӣ. дар ин маҳалла чӣ хеле ки дилат хоҳад зиндагӣ карда наметавонӣ. дар нисфи шаб ба хонаи як духтари бешавҳар даромадан мумкин нест. охир ман чӣ кор кардам? ягон кор накардай. ғалатида гап нест. не охир не, ин ҳодиса мисли дидаато нест. ҳама чиз кушоду равшан нест магар? боз шарм накарда гап зада истодаия? хонум Зайнаб, бас аст. бисёри бад гап задед. дар хонаи ман ҷаноби Муродро таҳқир накунед. маро фаҳмидед? бо ту ягон кас гап зад? ҷаноби Мурод, кофист охир. бадахлоқ гуфта дар болои сарамон истодааст. ҷаноби Зубайд, дарҳол инҳоро дастгир кунед, зудтар. чӣ хел? дастгир кунед охир, магар шумо полис нестед? хонум Зайнаб, ман ахлоқро не, оромии мардумро мехоҳам. яъне дӯстдоштаҳоро ҷудо намекунем. маълум аст ки ҷавонҳо инҷо хушҳолӣ доранд. хубтараш ҳайҷа рафтан дар кор. Зайнаб, ҷавонҳоро нороҳат кардан дар кор нест. ин хел бошад ба ҳамкоронтон занг занед, онҳоро дастгир кунанд. набошад ягон балоро ба сар меорам. бас асте? ту девона асте духтар? ту умуман гап назан. ҷаноби Мурод, ин зан чӣ кор карданаш маълум нест. ман дар ҳақиқат метарсам аз ӯ. натарсед хонум олам, натарсед. ягон ҷои тарсаш нест. ман ба шумо ҳеҷ коре надорам. чӣ коре хоҳед кардан гиред? як дақиқа истед хонум, ин хел воҳима карда баромада намешавад. воҳима карда гурехта наметавонӣ. инҷо биё. инҷо чӣ гап ҳаст ҷаноби Зубайд? охир ман намедонам чӣ гап аст. хайку бугӯ чӣ гап иҷа? зайнаб, як дақиқа. ҳеҷ чиз мисли дидаат нест. дастамро сарде. ҳозир ҳамаашро мефаҳмонам. дастамро сарде ки ҳолат бад мешавад. чӣ хеле ки фикр мекунӣ он хел нест Зайнаб. инҷо ба хотири таъмир кардани қубури ҳамомаш омадам. дурӯғ гуфта истодаи, дурӯғ. охир чаро дурӯғ мегӯям? ба худо ҳақиқатро мегӯям. маҷбур нестӣ ки ба ман ҳамашро нақл кунӣ. ба ту кор надорам, шарманда. қасам мехӯрам, ҳамашро мефаҳмонам. зӯҳро, илтимос маро гӯш кун. дар танат шапӯшак, дар назад мелис. чиро мефаҳмонӣ дигара? домраи сохта, устоди сохта, ошиқи сохта. зиндагият ҳам сохта аст. ё худо ҷазоятро диҳад. чаро шах шуда нигоҳ дорӣ? эй сантехник, айба намедонӣ ба халат берун баромадай? бара либосота бупӯш. муроҷон дар хонаи мо як се турубаи обигар мечака. намерояд таъмиршон бикунӣ. ҳақуқта метум бародар. турубаҳои олам камкам мечакидай. мурод таъмиршон кадай. зиқ наша Зайнаб. ба ман чӣ охир? аҳа 2 соатига мондай. муроҷон дилим барои шумо месӯзад. лаззати ин дунёро начашида мерай. одами ганда намемурад ҷаноби Зубайд, парво накунед. сантехник, турубаи олама ки соз кардӣ, хона биё, охирон хӯрока мехӯрем. тик так, тик так, тик так. олам би, ту ҳам биё. тик так, тик так. Зайнаб тик так намехӯрӣ? Зайнаб биё бирем. бала лазоре соқи май биёре. тик так, тик так, шав. тик так.
تیک تک دستا بده زینب. بله 2 دقیقه دیگر ماند. انشالله مجبور نمیشوم که پخته پر کنم پسرم. هجری انشالله کمیسر مراد چهره جنگاور رو ندیده است. انشالله سنم، انشالله که ندیده است. آخر ما منتظری چی هستیم؟ من بسیار گرسنه شدم، از هوش میروم. آخر صلحیه نمیبینی مگر مسئله حیات و ممات است؟ کمیسر مراد هر لحظه میتواند که مرد. من به این گفته ها باور نمی کنم. جنگاور رو دیده است، چرا میمرده است؟ هر آن کس که میدیده است میمرده است. فهمیدی به عقل؟ در حقیقت من میمرده باشم. اگر بمیری تا آخرین نفس در بر تو میمونم مراد جناب. جورا کلمه ترزه کن. 10 9 8 7 6 خدای با هیچ نشود. 5 خدایا مرا محافظت کن. 4 3 2 1 0. نفس بکش، نفس خالی کن. بله نمردم. خدا را شکر مراد که نمردی. خدا را شکر. نمردی مراد، نمردی. میمورد. چی شد با تو مراد؟ میمورد. پسرم کلمه شهادت را با زبان بیار. ای خوب استی مراد. چی شد با این راستی و زمین میمره؟ پایم. با پایت چیزی شده است پسرم؟ بله. پخته هم؟ پخته حقیقی؟ آخر عزمی جان او پایم میگوید پایم. معلوم شد که جانش از پایش میبراید. آخر عزمی جان مگر آدم از درد پای میمورد؟ بینشین لطفاً، خواهش میکنم بینشین. وای لطفاً کمی یخ بیارید. این کمیسری چالفاس پایش رو با میزد است. کمیسری چالفاس. من با تو نشان میدهم کمیسری چالفاس را. بسیار درد میکند. خوب است، یگان چیز نشده است. بهتر شدی؟ والا هم درد دارد، بسیار درد میکند. سخت درد دارد؟ درد دارد. معلوم شد که مراد چهره جنگاور را ندیده است. پس جنگاور کی است؟ هجری را پگاه یک سنجیده بینی کنی مثل جنگاور می جنگد یا نه؟ بچه دیوانه این کارا نکن. پایان فرار به عقل تو. این دیوانه شده وقتی حرام میموری. با پایان فرار بچه دیوانه شدی. با پایان فرار
با پایان فرا زودتر فرا. بیچاره عروسش که چیکار کرده باشد خودش را پرتافتن میخواهد. آخه چیکار میکنی پسرم شوکت؟ از بالا هفتی میموری پسرم پایان فرا. شوکتیست میافتی آخیر. شوکت نکنی کارا از خود را نپردایی مجبورم نکن که با بالا برایم. آخر کانون دیوانه هم در دم مرگ اینش باشد خودش را از بالا پرداختنی است. اینو دیوانه شدن. دیوانگی نکن پسرم. با پایان فرا. شما در دیما را کجا میدونیم؟ برین اینجا. برین پای کارتون شوینی. روید از اینجا. پایان فرا شوکت. این دیوانه شده خودش را کشتن میخواهد چی؟ آرام باش. خودت را به دست گیر. فرو شوکت در جایتی. چی گپ است اینجا؟ این شوکت ما هست کو ارتیست. اینجا آدم بسیار را دیدن نمایش نشان داده. فرو با صحبت کن پایان بیاید تو را گوش میکنم. شد من حاضر حل میکنم. این دیوانه خودش رو البته با پایان میپرتاید. شوکت چیکار میکنی در آنجا؟ سمی تو خاموش باش. بخشش زود به پایان فرا. زود به پایان. بیعقلی نکن عقل را خوردی مگر؟ دیدی مرا گوش نمیکند ها؟ کار است نمیشنودی بچه. با کی گفته ایستادم؟ محساس چیه خودش را پرتافتن میخواهد. خودت را به دست گیر. نه نفتید شد تمام مشکلی نیست. هم بسمی اونم بچه احوال میاره. حاضر من به تو نشان میدم. پریدنی باشی فراخه. چی قدر ما را انتظار میکنی؟ اون میافتد و حرام میموند. بیعقلی نکن بچه حرام زدگی. با جون خودش جمع میکنه. شوخی نکن فرا. جوانی جسور است. او همه کارا شوکت برادرم آمدی؟ چی کار میکنی؟ ها؟ چی کار میکنی تو؟ میدونستم که میایی. آمدم. کنی زود فرا از آنجا. اول قایل شو که کلتکیلسی بعد به نزد میایم. شوکت بس کن کلتکیلس گویت را. زود به نزدی من بیا. حالا هم قایل نمیشوی؟ چه خیل به اینجا آمدی؟ کیلس بری. این ماشین ها رو مخصوص اینجا موندم و درهای بینا رو مخم کردم که تا تو رو بسنجم. چرا نمیگویی برادرم؟ شوکت الوداع برادرم. حقت را حلال کن. اشهد ان لا اله الا الله. ایست. بگید از تک خیلی پریده را پروندی. چهرم را عوض کردم هم از تو خلاص نشدم. کافیست. در حقیقت تو هستی؟ برادر چرا اینقدر وقت خاموش ایستادی؟ نمیبینی احوالم رو؟ از پشت تو قریب میمردم. ابله